درود به تو دوست خوبم، امیدوارم سرحال با انرژی باشی. با یکی دیگه از قسمت‌های برنامه الان وقتشه در خدمت تو دوست خوبم هستم. امیدوارم هر کجای دنیا که هستی شاد و سلامت باشی. دوست خوبم تا الان پیش اومده که ما اهداف یا رویاهایی رو توی ذهنمون تجسم کردیم، برنامه‌ریزی کردیم که بهشون برسیم. چند قدم پیش رفتیم، شاید ماها هم تلاش کردیم در راستای اون اهداف قدم برداشتیم، ولی کم کم فراموششون کردیم. یک زمانی خیلی شور و اشتیاق داشتیم، خیلی اونا فکر می‌کردیم، هیجان زده می‌شدیم، ولی بعد از یه مدتی کم کم فراموششون کردیم. واقعا دوست من چه اتفاقی میفته که اهدافی که توی ذهن ماه بعد از مدتی ما تمرکزمون رو از دست میدیم یا تصمیم میگیریم که فراموششون کنیم، دیگه انرژی سابق رو نداریم. موضوع امروز برنامه الان وقتشه اینه: چگونه چه کاری انجام بدیم تا اهدافمون رو فراموش نکنیم. من حسین عزت‌خواه هستم، مدرس موفقیت و کارآفرین. با من همراه باشید. خب دوست خوبم، من تصور میکنم که تو اهداف زیادی داری. من به شخصه اهداف رو ترجیح نمیدم، رویاها رو ترجیح میدم، به این علت که رویاها از درون خود ما میاد بیرون. به اونا یک شور اشتیاق خاصی داریم به رویاها، چیزی که واقعا من حسین عزت‌خواه اونا رو میخوام، نه اینکه از روی مقایسه یا اینکه از روی دنیا گرفته بشه. به همین علت من طرفدار شدید رویا هستم. ولی خب هر گونه اهداف و رویایی که داری، این ویدیو خیلی به تو کمک میکنه که بتونی روی حرفت بایستی. حالا نکته چیه؟ شاید تو به من بگی که من اهداف خاصی توی زندگیم ندارم یا توی این زمینه مشکل دارم. دوست خوبم، ویدیوهای دیگری توی برنامه الان وقتشه من ساختم در مورد تنظیم کردن و ساختن اهداف. بهت پیشنهاد کنم قبل از این ویدیو اونها رو ببینی، ولی اگه هدف داری، رویا داری و میخوای محکم روی اون بایستی، این ویدیو دقیقاً برای توه. دوست خوبم، 3 نکته و 3 تمرین بسیار مهم رو امروز ما قراره بررسی بکنیم تا از اینکه ما رویاهامون رو فراموش بکنیم جلوگیری بکنیم. اولین نکته اینه که تصویر ذهنی بسازیم. دوست خوبم، از تو میخوام هدفت یا همون رویات همیشه جلوی چشمت باشه، نباید فراموشش بکنیم. روز اولی که اون هدف یا اون رویا اومد توی ذهنت رو به یاد میاری، اون روز دقیقاً چه کاری انجام دادی؟ من با یک مثال به جلو میرم تا بیشتر متوجه بشی. مثلا من تصور این را کردم که فلان ماشین را بخرم. من تصور این را کردم که ماشین پورشه بخرم. اولین کاری که کردم چی بوده؟ خودم رو درون اون ماشین تصور کردم. پشت فرمون نشستم، روی اون صندلی نشستم، همه محیط داخلی اون ماشین را نگاه کردم، بعد روشنش کردم، توی جاده رفتم با اون سرعتی که دلم میخواست. دوست خوبم، به این میگن تصور ذهنی. هر هدفی که تو شروع میکنی، اولین جرقه‌ش اینه که تو تصور ذهنی بسازی. مثلا در مورد هدف خرید ماشین اون بود، ولی تو دوست داری یه نویسنده معروف بشی، دوست داری یه نویسنده پرفروش بشی. اولین کاری که میکنی چیه؟ اینه که اولین نسخه کتاب چاپ شده توی دستت گرفتی و چه حس خوبی داری. این دقیقا همون چیزی بود که میخواستی. کتابت چاپ شد، اولین نسخهش دست خودته، الان امضا میکنی و به طرفدارات میدی، پولای خیلی زیادی از این طریق در میاری، کاری را کردی که عاشقشی، داستان زندگیت را برای بقیه افراد گفتی. به این میگن تصویر ذهنی. آره، هر روز تو باید تصویر ذهنی از اون چیزی که میخوای به دست بیاری درست بکنی. اما نکته چیه؟ دوست خوبم، تا الان مستند راز رو دیدی یا همون در مورد قانون جاذبه، Law of Attraction؟ میگن به هر چیزی فکر کنی بهش میرسی. بعد خیلی از افراد به چیزهای مختلفی فکر میکنن و هیچ وقت نمیرسن و بعد میگن این قانون جواب نمیده، این قانون فقط یک توهمه. نه دوست من، یه تیکه‌ای از این پازل قانون جاذبه گفته نشده. اون تیکه اینه: تصور ذهنی تو دقیقاً باید توی 3 مرحله انجام بشه. مرحله اول، ستاپ کردن گول یا هدف. من میخوام نویسنده بشم، من میخوام نویسنده پرفروش توی آمازون بشم. درسته؟
اون هدف رو تنظیم کردی، ماشین پورشه، مسافرت به کشورهای مختلف. هدف دوم، یعنی قسمت دوم، مراحلیه که داری به اون هدف میرسی. یعنی چی؟ مثلا من میخوام نویسنده پرفروش‌ترین کتاب بشم، درسته؟ باید خودم را پشت یک میزی تصور بکنم، توی یک فضایی که مشغول نوشتن کتاب هستم. یک کافی میخورم، یک چای میخورم، با انرژی فوق‌العاده میشیرم و شروع میکنم به نوشتن. مراحل رو توی ذهنم تصور میکنم، تک تک ثانیه هاش خیلی مهمه. این پارتیه که گم شده، این قسمتیه که گم شده توی اون مستند و خیلی از افراد این رو تصور نمیکنن. و قسمت سوم، زمانی که من رسیدم به اون هدف، دستینیشن. آره، کتاب اولین نسخه چاپ شد، توی دست من قرار گرفت، چه حسی دارم؟ فوق العاده خوبه. پس 3 قسمت شد. قسمت اول تعیین هدف رو تصور میکنیم. قسمت دوم مراحل رسیدن به اون، چه کاری انجام میدیم. مرحله سوم رسیدن به اون هدف. این کاریه که تو هر روز بعد از اینکه از خواب بیدار شدی، اول صبح صبحانت رو میل کردی، این کار رو باید انجام بدی. 3 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه، هرچه بیشتر بهتر، هرچه با جزئیات بیشتری بهتر، هرچه با احساس بهتری، احساس بیشتری مسلماً بهتر. اصلا نباید فراموشش بکنی. تابلوی آرزوها رو فکر کنم شنیدی، دریم بورد. اون چرا این رو میسازن؟ به این علت که عکس اون چیزایی که میخوان جلوی چشمشون باشه که یادشون نره. دوست من، انسان فوق‌العاده فراموشکاره. همونطور که خیلی غم و اندوه رو میتونه فراموش کنه، شادی‌ها رو هم میتونه فراموش بکنه. حتی من به خیلی از افراد توصیه کردم زمانی که به یک دستاوردی میرسیم، مثلا توی یک رشته ورزش قهرمان میشی، به فلان فروش توی وبسایتت میرسی، توی کسب و کارت میرسی، فلان بیزنس رو میزنی، با کسی توی زندگیت آشنا میشی که عاشقش هستی، عکسش رو بزن، اون مدال، اون حکم، اون چکی که گرفتی، همه رو جلوی چشمت بگذار تا اون خوشحالی، تا اون دستاورد همیشه به یادت باشه، فراموشش نکنی. آره، من حسین عزت‌خواه تونستم اون روز اون کارو بکنم. آره، باز هم میتونم اون کارو انجام بدم. به این میگن خودانگیزشی. فراموش نکن که تو کی هستی. به محض اینکه فراموش کردی، درونت انرژی از بین میره و تو دیگه کم کم به سراغ اهدافت و رویاهات نمیری و فراموششون میکنی. میرسیم به تمرین دوم، ارزیابی هفتگی. دوست خوبم، از تو میخوام که یک کاغذ برداری و یک امتیازبندی برای اون هدف یا رویات درست بکنی. مثلا به خودت میگی توی این 7 بخش من باید پیشرفت بکنم. مثلا نوشتن کتاب. نمبر 1 اینه که تو اون کتاب رو آوتلاین یا همون چارتای مختلف کتاب رو بنویسی. درسته؟ اون کتاب باید نوشته بشه. یک قسمت برای اون تعریف میکنی از 1 تا 10 یا از 0 تا 100. درسته؟ قسمت دوم اینه که تو نیاز به یک دیزاینر داری، نیاز به ویراستار داری، نیاز به کسایی داری که اون جلد کتاب رو برای تو درست بکنن، متریال کتاب رو، اون نمودارهاش. قسمت سوم، کانکشن. چه کسی میخواد کتاب تو رو پخش بکنه؟ ناشر داری یا توی آمازون میخوای پخش بکنی، توی کیندل، توی هر جایی که هست. اون هم یک مورد دیگه. تمام موردها رو یادداشت میکنی، موردهایی که تو زمانی که میخوای به رویات، به هدفت برسی، بعد اونها تیک خورده باشه. درسته؟ الان ارزیابی هفتگی به تو این رو میده، اون کاغذ رو برداری و به اون نمره بده. همه رو چک بکن. توی این هفته با چند نفر آشنا شدی و در مورد کتابت با اونو صحبت کردی؟ چند تا ناشر باشون حرف زدی؟ آیا رفت قوانین آمازون رو بخونی؟ قیمت کتاب ها رو در بیاری؟ کارهایی که باید میکردی توی اون قسمت رو انجام دادی یا نه؟ اگه انجام دادی به خودت نمره بالایی بده. اگه انجام ندادی یه خط دورش بکش که توی هفته بعدی بیشتر روی اون کار وقت بگذاری. دوست خوبم، زمانی که تو ارزیابی میکنی هر هفته، هدفت فراموش نمیشه. میگی آره، حسین عزت‌خواه هدفش اینه، وظیفش اینه، تسکش اینه که این کارها رو انجام بده تا به رویایی که میخواد برسه، به هدفی که میخواد برسه. این کاغذها رو نگه دار، حتی شده 10 هفته،
20 هفته، بستگی به هدفت داره. درسته؟ زمانی که تعیین کردی به هدفت برسی، پیش بینی کردی، 10 تا 20 تا کاغذ جمع میشه و اون موقع میفهمی تو انسان پروداکتیو یا پربازدهی بودی یا نه، چون همه اینها رو میگذاری جلوی کار. دیدی که کسب و کارهای خیلی بزرگ، خیلی خوب، همشون نمودارهای پیشرفت دارن. چرا تو نداشته باشی؟ تو میتونی توی ذهنت یک امپراتوری بزرگ باشی. زمانی که اراده میکنم به این هدف برسم، بهش میرسم. ولی این مستلزم اینه که ما برنامه‌ریزی داشته باشیم، دیسیپلین داشته باشیم. یکی از اصول هم همین ارزیابی هست. میرسیم به تمرین سوم، از اهداف و رویاهات با همه افراد صحبت کن. دوست خوبم، اهدافی که فقط درون ما هستند فقط در حد یک آرزو باقی میمونن. خوب به این جمله فکر بکن. از تو میخوام این جمله رو یک مقوا کاغذ یادداشت بکنی و یک جایی که هر روز میبینی نصبش بکنی. دوست من، امیدوارم تا الان با دوره فوق‌العاده پاراسل زندگی من آشنا شده باشی. من همیشه به دانشجویان این دوره میگم که در مورد رویاهاتون، در مورد اهدافتون با همه حرف بزنید. میدونید چرا؟ بزرگترین دلیلش اینه که کمک میکنه تیم سازی بکنی. خیلی از افراد که کسب و کار جدیدی رو شروع کردن و بیزنس جدید رو شروع کردن مسلما نیاز به تیم دارن. درسته؟ تنها چیزی که اون افراد دارن پشن هست، شور و اشتیاق هست. خیلی از اون افراد پول ندارن، خیلی از اون افراد کانکشن، ارتباطات ندارن، تجربه خاصی ندارن، خیلی چیزهایی که توی یک بیزنس مهمه رو ندارن. بزرگترینش پول و سرمایه است. پس به چه شکل میتونن کسی رو استخدام بکنن که برای اونا کار بکنه؟ راهش دقیقاً همینجاست. هیچ عذر و بهونه‌ای هم قابل قبول نیست. زمانی که از رویات، از هدفت با بقیه افراد صحبت میکنی، کسایی را پیدا میکنی که حاضرن به خاطر هدف تو بجنگن، چون اونها هم عاشق رسیدن به هدفشون هستن و فقط ملاک اونها پول نیست، حقوق نیست. بدون اینکه به اونها حقوقی بدی، حاضرن بیان برای تو کار عکاسی انجام بدن، حاضرن بیان توی مارکتینگ، توی بازاریابی به تو کمک بکنن. ولی زمانی که هدفت رو توی قلبت نگه میداری، به جرئت بهت میگم اینقدر شجاع نیستی که به بقیه بگی، چون زمانی که به بقیه گفتی متعهد میشی که انجامشون بدی، مسئول میشی، چون میترسی مسخرت کنن اگه نرسیدی، پس تلاش میکنی. ولی وقتی زمانی تو قلب خودته، خیالیت هم نیست. اگه نرسیدی یا فراموشش کردی، کسی خبر نداره. به اصطلاح آبروت نمیره. دوست دارم هدفت و رویات رو به همه افراد بگی، به دوستات. کانکشن های زیادی بسازی. دایره افراد زندگیت رو بیشتر بکن. کسایی رو به زندگی جذب بکنی که عاشق مسیر زندگی تو هستن و کم کم با اونها یک تیم میسازی. زمانی که تیم سازی رو شروع کردی، مسلما توی کسب و کار، توی هر کاری که هست موفق میشی. یک خواننده رو در نظر بگیر. آیا میتونه تنهایی کاری بکنه؟ نه. نیاز به آهنگساز داره، کسی که کار مسترینگ، ارنجمنت اون موزیک رو انجام بده، پخش اون موزیک، عکاس، خیلی چیزای مختلفی میخواد. چه زمانی میتونه برنده بشه؟ زمانی که حرف بزنه. من دلم میخواد خواننده بشم، این تعداد موزیک رو میخوام، این تعداد آلبوم رو میخوام. بقیه میگن چه جالب، منم عاشق عکاسی ام. درسته؟ میام با تو کار میکنم، با هم یک آلبوم فوق العاده میدیم بیرون. از رویات حرف بزن، نترس. دوست خوبم، رسیدن به هر هدفی توی زندگی واقعا امکان پذیره. هر زمانی که احساس کردی یک مشکلی توی کار هست، حس میکنی یک چیزی میخوای واسه این که به هدفت برسی و نداری، شاید پول هست، شاید سرمایه، شاید دوست، شاید همکار، شاید شرایط، از تو میخوام باور بکنی اینا همش عذر و بهونه. دوست من، موفقیت شامل یک سری تکنیکه. اگه اون تکنیک ها رو بدونی، اجراشون بکنی، 100% به نتیجه میرسی. هیچ چیزی نمیتونه جلوی تو رو بگیره. پس از تو میخوام تلاش بکنی، کتاب بخونی، مطالعه بکنی، دوره‌های مختلف موفقیت شرکت بکنی، هزینه بکنی واسه این که به هدفت برسی. واقعا زمان بگذار. چقدر مصمم هستی تو به اهدافت برسی. تو نیاز به این داری که مطالعه بکنی، یاد بگیری، تکنیک‌های مختلف رو یاد بگیری، اجرا بکنی، اقدام بکنی.
تک تک مواردی که من بهت گفتم اگر اجراشون بکنی، به خصوص تصور ذهنی، خیلی میتونه به تو کمک بکنه. واقعا تغییرات رو تو همون هفته اول متوجه میشی. دوست من، هیچ وقت از اهدافت دست نکش. مطمئن باش که میتونی بهشون برسی. هر زمانی که یکم پات لغزید، بدون یک تکنیک رو نمیدونی، پس برو به دنبال یادگیری بیشتر. از تو میخوام که همیشه قهرمان زندگی خودت باشی. خب دوست خوبم، امیدوارم از تماشای این قسمت از برنامه الان وقتشه لذت کافی رو برده باشی و بتونی توی تمام مراحل زندگیت ازش استفاده بکنی. اما یه سورپرایز خیلی ویژه برای تو دارم. شاید خیلی از اوقات از من سوال پرسیده باشی که استاد من چطوری میتونم درآمدم رو بیشتر بکنم، چه کسب و کاری راه اندازی بکنم. و من تصمیم گرفتم یک وبینار فوق‌العاده زیبا و فوق‌العاده پرمحتوا برای تو دوست خوبم آماده بکنم که جواب تک تک این سوالات رو بگیری. دوست خوبم، این وبینار آفلاین بیش از 2 هفته برای من زمان برد تا ساخته بشه، چه از لحاظ محتوایی، از لحاظ ساخت ویدیو، و فوق‌العاده ارزشمنده. من مطمئنم که بعد از تماشای این وبینار زندگی کاریت فوق‌العاده عوض میشه. موضوع این وبینار اینه که چگونه در کمتر از 2 سال به 3 میلیارد پول برسیم، یعنی 3 میلیارد کسب درآمد کنیم. این وبینار رو به دقت ببین، تمام نکات رو یادداشت بکن و تک تکش رو اجرا بکن. نظرت رو هم برای من خیلی مهمه. حتما نظرت رو بعد از تماشای این وبینار آفلاین برای من کامنت بگذار. این وبینار آفلاین تقدیم به تو، میتونی از طریق لینک زیر اون رو دانلود بکنی و تماشا بکنی. امیدوارم توی تک تک مراحل زندگیت شاد، موفق و ثروتمند باشی. خدا نگهدار.